همه کارها رو در وقتش انجام دادن نمی شود، زیرا وقت خیلی تیز میگذرد. سلام همراهان من، شما هم احساس کردید که سالهای آخر، ماههای آخر وقتی ما خیلی زود گذشته ایستاده است و علما اثبات کردند که ما نه 24 ساعت بلکه از آن کمتر، مثلا 18 ساعت داریم. روحانیان در خطای صبح تا شام یک نمود عبادت رو میخوانند، اون رو انجام میدهند. صبح اون رو آغاز میکنند و شام عبادتشان انجام مییابد و سالهای آخر همین عبادت یعنی خوانده میآیند و تمام نمیشود و به خلاصه رسیدند که روزهای ما کوتاه شده است. از نقطه نظری فیزیک کوانتی حالا من اثبات کردن نمیتونم که روزهای ما چی مقدار کوتاه شده است و سببش چی است، لیکن بزرگان ما میگفتند که اگر کار نداشته باشی روزی تو چنان طولانی است که اگر کار داشته باشی چون مشغول کار میشوی روزت زود میگذرد. شما هم همین زود گذشتن روز رو در خودتان احساس کرده و وابسته به این مسئله چی اندیشه دارید؟